بگردم. خیلی خوش اومدید به کانال وایمون. واقعا خوشحالم که الان اینجا هستین. بدون مقدمه بریم سراغ موضوع ویدیو. خب امروز قراره بریم دنبال یه نینی کوچولو موچولو ازش نگهداری کنیم. حالا یه سری قانونا هم داره، همینجور علکی که نیست. خب بریم در ادامه بیشتر راجبش صحبت کنیم. بزن بریم. بچه‌ها قانون ما اینجوریه که هر باری که اون نینی کوچولومون یه جیغ یا داد بزنه 10 امتیاز از من کم میشه. خب من الان کلا 100 امتیاز دارم. خب هر جیغ یا گریه‌ای که بکنه 10 نمره از من کم میشه. ببینیم در آخر من میتونم چقدر نمره بگیرم. بگو سلام. سلام. بچه ها نینیمون یکم خجالتیه. نینی بچه ها این فیلم بردار رو میخواد، این کاری به من نداره. حالا این فیلم بردار رو میبینید دیگه ما نگاه. خب ایما گریه نکنی ها. اگه گریه کنی من بدبخت میشم ها. جیغم نزن. ها؟ باشه؟ دوباره سلام بچه ها. سلام بابا. بریم دیگه، داریم زیادی زر میزنیم. ما اومدیم اینو رو بودیم، یعنی نه مامانش نه باباش نه اون خواهرش که هیچی به یه ورش نیست، هیچ خبری نداره. لایک کنید. بریم. آیما چی میخوای؟ پیشی پیشی. بچه ها میگه گربه دیده، میگه بریم پیشی گربه. نه من چی دیدی؟ بیا آب بخور. بچه ها حالا اومدیم اینجا یه مجتمعی، یه پارک داره برای نینیاس. نینیمون آوردیم، آب دیده. آره همینجاست. حالا نینیمونو ببریم پارک. میگه بریم پارک، پس باید بریم پارک. بریم. بذار از اینجا رچین بذارم از زمین برام. برو. ماما خوراکی میخواد. خوراکی فقط کیش. چی میخوای؟ آیما ببین چه خوشگله. گیش حالک بلنگ چه؟ گیش. نه از اون گیش کوچولو. آیما باز بونن خوشگله. اچه اینو واسه آره. آیما گل بر. اون دست گیشه. یه نینی دیگه. بابا دوترمیش. آقا متینم نشسته. از منم بگو بچه ها این نینی مویگم میفعاله شوی شده. نینی همینجا در مدامون شده.
Ha? Gel. Gel buraya benim yanıma. Öper et. Hiç ne olmaz. Ya. Ay ni. Ay bismillah. Gel. Gel kucağıma inle. بچه ها الان نیم ساعت اینجاییم. این هایما دهن منو سرویس کرده. چرا خسته نمیشن اینا؟ الان اینجا تو سگ گرم خیلی گرمه دارم میپزم. اینجا یه جوریه اصلا خیلی ترسناکه. مثلا اینجا تاریک باشه خیلی یه جور دمه. میدونین چی میگم فکر کنم. بله آیما تاق و تاق داره میخوره زمینی چه این خیالش نیست. خوشم میاد اون 3 امتیازه هنوز ازم کم نشده. چجوری داره پله میره بالا. بچه طی حرکت انتهایی دیدیم قربت بازی های آیما رو. میخواستیم از این پارکی بیاریمش بیرون. یک شارلاتان بازی در آورد. قشنگ یه درسنامه کم کرد از ما. برای نینیمون غذا خریدیم داریم میخوره. پاپیلا رو داره به قاشق میخوره. به قاشق؟ آره؟ دادایده برنگ؟ میسی علی میگه نسیم نسیم نه یلا بستنی. بچه ها نینیمون داره گریه میکنه. یه 10 امتیاز دیگه کم شد نه چیزی نیست. حالا اخلاق دادی؟ چرا گریه میکنی؟ آبی میخوای؟ خب دیگه گریه داره. بچه ها دیدیم که آیما 2-3 باری گریه کرد. خب حالا جیغ که کرد دیگه. فکر کنم یه 30 نمره 20 نمره از من کم شده باشه. یعنی الان در مجموع یا 80 میشم یا 70. یعنی 80% من تونستم خوب نگهداری کنم از یه بچه. و حالا اگه بچه داشته باشیم به امید خدا نمیمیره. الهی من دورتون بگردم. مرسی که تا اینجای ویدیو همراه ما بودید. اینکه اینجایید و دارید این ویدیو رو میبینید واقعا داره به من کمک میکنه. عاشقتونم. اگه دوست داشتین حتما دکمه لایک رو بزنید. فداتون شم. مرسی. خداحافظ.